میخوام در رابطه با پیش دیابت صحبت کنم که یکی از معضل‌های امروز در واقع جامعه ما و جوامع در واقع توسعه یافته در حال توسعه است و متاسفانه الان در واقع بیمارایی که به ما مراجعه کردن اکثرشون پیش دیابت داشتن. بخاطر یک معضل داره تبدیل میشه. چه عواملی باعث ایجاد پیش دیابت میشه؟ یکی سبک زندگی بی‌تحرک. هر چقدر بی‌تحرک‌تر باشیم، شغلمون و سبک زندگیمون بی‌تحرک‌تر باشه، احتمال پیش دیابتمون بیشتره. یکی چاقی. افرادی که چاق هستن یا اضافه وزن دارن و اقدامی برای کاهش وزن نمی‌کنن، به مرور این التهاب چاقی باعث ایجاد پیش دیابت میشه. افرادی که قندهای شیرین زیاد مصرف میکنن، کیک زیاد مصرف میکنن، شیرینی‌جات زیاد مصرف میکنن، به خاطر اینکه در داخل در واقع شیرینی‌جات این قندهای ساده زود جذب میشن، از دستگاه گوارش زود عبور میکنن، از اون انسولین در واقع زیاد ترشح میشه. از این طرف ممکنه مقاومت بافتی بده در ادامه در آینده و از طرفی در واقع خستگی پانکراس بده و همه اینها افراد به سمت در واقع پیش دیابت پیش میبره. افرادی که استرس زیاد دارن یا اخبار بد رو در واقع دنبال میکنن، اینها افراد به سمت در واقع پیش دیابت پیش میبره. مخصوصا تو سوشیال مدیا بهتره که به سمت در واقع اخبار و گود نیوز در واقع باشید. از طرفی افرادی که در واقع به طور کلی کلسترول بالایی دارن و اقدام برای کاهشش نمی‌کنن و اینها بهتر در واقع رژیم بگیرن، متخصص مراجعه بکنن و کلسترولشون در واقع کاهش بدن. افرادی که پرفشاری خون دارن باید خیلی مراقب باشن، چون مقاومت بافتی دارن و این افراد احتمال اینکه پیش دیابت در آینده بگیرن هستش. افرادی که فیبر کم مصرف میکنن، چون غذاهای فیبری آرام از دستگاه گوارش رد میشه و باعث میشه تمام هورمون‌ها در واقع تحلیل بشن و یه مقدار در واقع قند خون کنترل بشه. ولی افرادی که فیبر مصرف نمی‌کنن احتمال اینکه دیابت بگیرن، همونطور که قندهای ساده رو عرض کردم، افرادی که فیبر مصرف می‌کنن چون غذا در واقع این فیبرها خیلی آرام از دستگاه گوارش رد میشه، آرام باعث ترشح انسولین میشه، انسولین به خیلی پیک نمیده و این افراد در واقع احتمال اینکه در واقع قندشون بالا بره خیلی کمتره و در آینده احتمال اینکه دیابت بگیرن خیلی کمتره نسبت به افراد دیگه. و افراد دیگه‌ای که در واقع تخمدان پلیکیستیک دارن، کیست در واقع در داخل تخمدانشون کیست دارن، این افراد هم بهتره متخصص زنان مراجعه بکنن، متخصص غدد مراجعه کنن یا متخصص تغذیه مراجعه بکنن تا در واقع بتونن از طریق تیم ورک بتونن در واقع کیست‌های تخمدانشون از تخمدانشون از بین ببرن و کم کم ریسک در واقع پیش دیابت توشون کم بشه. امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشید.